خانمی گفتن که 29 ساله هستم، ساکن ایران، 2 سال عقد کردم، همسرم مرد ایدئال و بسیار خوبیه و با هم مشکلی نداریم. تنها مسئله اینه که احساس میکنم همسرم یکم زیادی به خانمای دیگه نگاه میکنه. البته منم یکم حساسم و دلم میخواد در این مورد هم همسرم ایدئال و عالی باشه. چیکار کنم که حساسیت من کم بشه؟ اولا اینکه نگاه کردن خب خیلی هم عالیه، نگاه میکنن ایشون و شما خوشحال باشین که علیرغمی که این همه نگاه کردن، ولی از اون همه نگاه کردن ها تنها کسی که رفتن باش ازدواج کردن جناب عالی بودی. چون از نظر من واقعا زنا دیدنی هستن و نگاه کردنی. اگه بخوایم واقعا عادلانه به جهان هستی نگاه کنیم، مردا اغلب ریشو، شکم گنده، کچل، بد لباس، خیکی، یعنی اصلا قیافه ها عوضی، ریش، پشم، نمیدونم از هرچی از موشون کم میشه به ریششون و سیبیلشون اضافه میشه. یعنی واقعا هیولاهای خیلی جذابی نیستن از نظر من. برای ما کیو نگاه کنیم؟ زنای خوشگل، خوش‌هیکل، خوش لباس، خوش بر و رو. خب اونا رو باید نگاه کرد. این هیولاهای پشمالو رو کی نگاه میکنه؟ هر روزم قیافه هاشون بدتر میشه، یعنی یکی از یکی افتضاح تر. خب کیو میخوای نگاه کنی؟ خب اونا رو نگاه میکنین دیگه، پس کیو نگاه